باب هفتم، جنگ تضادها. اکنون مای متشبه به قوم بیگانه و به سنت ناشناس و به فرهنگی که نه در آب و هوای زمین ما ریشه دارد و نه به طریق اولی شاخ و برگ می کند در زندگی روزانه و در سیاست و در فرهنگ. به این علت همه چیزمان ابتر. اصلا این ما کیست؟ چیزی مانده به 19-20 میلیون آدمیزاد که 75 درصدشان در روستاها میزیند یا زیر چادرها و کپه ها با رسوم خلقت بیخبر از ارباب و رعیت ماشین ندیده، با ابزار گاری عرابه بدوی و خوراکی و سوختی و پوشش و خانه همه در خور بدویت، یعنی عقب ماندگی و ذلیلی، یعنی خیش و نان جو و تاپاله یعنی تپک گاو و کرباس و کومه یعنی کپچه و امثال این. تنها چیزی که از دنیای غرب به این روستا نفوذ کرده است سربازگیری است و ترانزیستور و همین دو خود بدتر از دینامیت اثر میکند. تحول ماشینی تا آن حد که بخاری را به جای کرسی یعنی صندلی بگذارد اولین قدم است، اما در این روستاها که ما داریم حتی زغال را نمیشناسند، چی رسد که نفت را. و ما که مملکت نفت خیزیم و خیلی هم برای توسعه مصرف نفت کوشش میکنیم، سرانه مصرف بنزین و نفتمان در یک سال فقط 250 لیتر است. تازه با این همه چهار چرخه کهنه که در شهرها بنزین میخورند و تصادف پس میدهند. با این مقدار نفت حتی روز یک آشگانه هم نمیشود پخت. آن وقت غرب زدگی ایجاب میکند که همین روستاها را با این شرایط که شمردم بیاندازیم زیر لگد تراکتورهای عجایب الغرایب که به اعتبار پول نفت و اصلا در مقابل صادرات نفتی ناچاریم بخریم. و آن وقت که تراکتور چی میکند؟ همه مرزها و سامانهای اجدادی را به هم میزند. بیا و ببین چه کشتارها بر سر این که چرا این خیش کور قرن 20 از زمین کلمدولی اسمی شخص نامعلوم 3 وجب تجاوز کرده و به زمین کل عباسعلی وارد شده. من از این برخوردهای خونین و بابل سرشکافتنهای دهاتیان یک ارشیو درست کردم برای یک قصه و تازه در چنین اوضاع و احوال آخرین راه تحول را در دهات تقسیم املاک دانستم و گستردن طبقه خرده مالک یعنی در زمین قابل کشت را بدل کردن به طور عنکبوت از مرز و سامانهای فردی که هر ماشین را در تار و پود خود خفه خواهد کرد و قدرت عمل را از آن خواهد گرفت. و بعد هم بیا ببین چه قبرستان شده است مزرعه های مملکت برای قرازه یعنی جسم پوسیده این تراکتورها که نه ایستگاه تعمیرات در دست دارند که مراقب کارشان باشد و نه افق بازی هست و نه زمین وسیع تا بتوان از آنها کار کشید و نه جاده هست که بتوان برای تعمیر به شهرشان آورد. با این همه مشقت ها اهالی یک روستا دست کم 3 ماه از سال بیکار است و گرفتار سرما و سیل و بیابی و خشکسالی و غیره. آخر این مسئله ها را کی باید حل کند؟ اگر خوراک اهالی یک مملکت صنعتی و پیش افتاده را ایده در حدود 9 تا 15 درصد اهالی آن مملکت تهیه می کنند، ما 60 درصد اهالی مملکت را به خدمت شکم خود گماشته ایم و تازه هر سال گندم از امریکا وارد می کنیم و شکر از فرموز نامی جزیره در چین. ما که در مملکت به اصطلاح فلاحتی به سر میبریم و تازه از آن 9 ماه در سال که اهالی غیار روستا کار میکنند مگر چی میکنند؟ علف چینی، تاپاله یعنی تپک آفتاب کردن، گاو و گوسفند را لب جو بردن یا برگزاری مراسم نماز باران یعنی نمازی که با التجا از خدا برای ریختن باران خوانده می شود. ترانزیستور می گوید که در شهرها پول دارو می کنند یعنی پول را می چاشند چهارشنبه ها. پس
راه بیفتیم و اینطور می شود که گروه از دهات به شهرها می گریزند، به شهرهایی که قبلا جوانان کارآمده را به سربازی و به کار بیمزد بردند، به شهرهایی که 25% باقی اهالی غیور را زیر سقف‌های گیلی خود و پشت دیوارهای بلند و قطور یعنی غوز از آفات دهر پناه داشتند، به شهرهایی که اغلب دهکاره‌های باد کرده هستند یا به قول دوستم حسین ملک هر کدام گیره هستند که در یک جای به باریکه رسمان جاده خوردند و آن وقت این شهرها هر کدام خود بازار مکاره برای مصنوعات فرنگی. مسئولی دوچرخه دست کم 50 سالی کارخانه رالی انگلستان را یک جا در یزد میبینی و محصول یک ماه کارخانه های میستوبیشی را در تربت حیدریه و محصول 10 سالی فورد و شرلات و فیات را در تهران. آن وقت در شهر کرمان کره یعنی روغن مسکه گیر نمی آوری و در تبریز باید کنسرو استرالیایی بخوری. همه اینها را من تجربه کردم. بله، از آن دهات به این شهرها می گریزیم، به جنگل تنوک شهرها و به چی کاره؟ به ماشین های 3 نقطه یا خیلی که کاری باشیم به کار گیل. موز چقدر؟ 3 نقطه روزی 70-10 تومان و این هم مزدی که در ممالک صنعتی به 1 ساعتی کار گیل می دهند. درست است که این گونه شهرنشینی به هر صورت دارد وسعت می‌یابد، اما در کدام عهد شنیده اید که شهر به روستا بتواند دوام بیاورد؟ اینطور که مایم به زودی در سراسر مملکت به جای شهرها یا روستاها انبارهای قراضه‌ای یعنی کهنه و قدیمه از ماشین خواهیم شد، هر کدام درست شبیه جنگ یارد یعنی قبرستان اتومبیل های امریکایی و به بزرگی تهران. آخر ماشین را نمی شود که مثل توپی کوهستانی روی کولی یعنی تخت پشت قاطیر حیوانات گذاشت و همراه ایل که کوچ می کند برای حفاظت و امنیت به این کوه و آن تپه برد. حتی اگر یک پیژا در ناخنک خریده باشی، ناچار شب برایش جانپناه دست و پا کنی یعنی پیدا کنی، وگرنه سرما رادیاتورها را می ترکاند و آن وقت قسط یعنی کردیت ها را چی طور خواهی داد؟ به این طریق است که راننده های فراوان داریم در شهرها که شب در مسافرخانه ها می خوابند به تخت که قیمتش 2 تومان است و این هم با آن آب و هوایی که ما داریم. بله، خبر مصرف ماشین شهرنشینی می آورد و این شهرنشینی دنباله است از کنده شدن از زمین. برای اینکه به شهر مهاجرت کنی باید از ملک آب و اجدادی کنده شوی یا از ده اربابی بگذری یا از سرگردانی ایل خسته بشوی و فرار کنی و این است نخستین تضادی که حاصل غرب زدگی ما است. برای اینکه دعوت ماشین را به شهرنشینی اجابت کنی مردم را از دهات جمع کن به شهر. این نه کار برای تازه واردها دارد، نه مسکن و نه معوای و در حالی که خود ماشین پا به ده هم باز کرده است و اگرچه هم ماشین جای 10 تا آدم و برزگاوها را می گیرد، اما در ده نیز ماشین به نیاز از خدمتگار نیست و این هم خدمتگاری فنی. این را از کجا می آوری؟ می بینید که بدجور خرد توی خر شده است، یعنی کار مشکل شده است و از خریت هم گذشته است. تضادهای دیگر هم داریم ناشی از همین غرب زدگی و بشماریم. اولین قدمی که شهرنشینی برمی‌دارد این است که به شکم خود برسد و بعد به زیر شکم خود و برای حصول این دومی به سر و پوزی یعنی سر و روی خود. چون در ده که بودیم به این همه دسترسی نداشتیم. به این طریق نخستین منابع یک بورژوازی تازه به دوران رسیده صنعت خوراکی است، یعنی قندسازی، بیسکویت، روغن نباتی، کمپوت، شیر پاستوریزه و صنایع ساختمانی امثال سیمانسازی، آجرپزی‌های لوکسی و غیره. اینچنین صنایع پوشاکی یعنی پارچه بافی و غیره. تازه با چنان
قحط‌زده‌های با قطر غذایی مزمن یعنی طولانی چند قرنکی مایم همین نیز خود قدمی به پیش است. چونین قحطی زده که یک عمر در ده نان و دو خورده در شهر شکمش را که با ساندویچ سیر کرد سراغ سلمانی و خیاطی می رود، بعد سراغ واکسی یعنی کشف رنگ کنی، بعد سراغ فاحشه خانه، حزب و جمعیت که ممنوع است، کلوب و این حرفا هم و مسجد و محراب هم که فراموش شده و اگر نشده همان در محرم و رمضان کافی است و به جای همه اینها سینماها یعنی کینوتئاترها هستند و تلویزیون و مطبوعات که هر روز اتوار فلان ستاره سینما را بر سر و روی هزاران نفر از اهالی غیور شهرها کپی یعنی نسخه برداری میکنند و آن وقت خوراک این همه آدم از کجا باید بیاید؟ از روستا و اما روستا که خالی شده است و گاوها را که سر بریدند و قناتها یعنی کارسها خوابیده و پیچ نمره 5 موتوری چاه عمیق هم که شکسته و خیشی یعنی قسم یا جنسی از تراکتور هم که زنگ زده و پوسیده و کمپانی سپارش هم که بدهد یا دکی ها یعنی قسم های احتیاطی زودتر از یک سال دیگر وارد نخواهد شد و آخر همه اهالی یک شهر را که نمی شود با شیر خشکی اهدایی امریکا سیر کرد یا با گندم های استرالیا. یک تضاد دیگر شهرنشینی امنیت می خواهد، چی در شهر و چی در ده. دیدیم که علاوه بر این که دهات خالی می شوند، اغلب همین دهات و بسیاری از شهرها معبری یعنی گذرگاه کوچی ایلاتند. کوچی ایل که مزرعه را می کوبد و می چرد و جویبار را خراب می کند و سگ مرده در قنات یعنی کاریز می افکند و مرغ می دزدد و ناامنی را با خود می کشد. و تنها به این علت هم که شده ما حتی در شهرهای کوچکمان در امان نیستیم، چی برسد که در دهات. به همین دلیل است که مردم این دیار به هیچ اعتماد به دیگران و با تقیه در ناخنک و با دورویی در پس دیوارهای بلندی کاهگلی یا سیمانی از شر آفت زمانه پنهانند. اگر روزگاری بود که حصار بلندی دور شهرها نیاز به دیوار بلندی دور هر خانه را برطرف میکرد، امروز که حصار و دروازه شهرها را خراب کرده ایم، همچون جواز برای بریدن خیابانها، معبر یعنی گذرگاه بولدوزرها و تراکتورها و کامیونها ناچار هر خانه به دور خود حصار دارد. مملکت ما مملکت کویرهای لوت یعنی برهنه و دیوارهای بلند است. دیوار گیلی در دهات و آجوری و سیمانی در شهرها و این تنها در عالم خارج نیست، در درون هر آدم نیز چنین دیوارها سر به فلک کشیده است. هر آدم نشسته در حصاری است از بدبینی و کج اندیشی و بی‌اعتمادی و تکروی یعنی یکروی. از طرف دیگر اشاره کردم که یک شهری یا یک روستایی ساکن در یک آبادی یا از ارباب گریخته است یا از ایل فرار کرده یا خود را از معبر هر ساله ایل که هجوم و غارت مخفی با خود دارد به کنار کشیده تا در شهر یا فلان آبادی جای امن برای خود درست کند. غافل از آن که همان خان ایل 10 سال دیگر که به حکومت رسید و سلسله اتابکان فلان را بنا نهاد، تمام آبادی و یا شهر را که او در آن پناهنده شده است یا فلان روستا را که قنات یعنی کاریزش تازه دایر شده است به تویول یعنی ملک و زمین فلان خان می دهد و روز از نو و روزی از نو. آخرین تقسیم بندی تویول ها را ما در زمان مشروطیت داشتیم و با این خانخانی و ایلات سرگردان که هنوز داریم، خدا عالم است که تا کی دچار عاقبت آن که ناامنی و دربدری و بدبینی و نومیدی از فردا است باشیم و تازه در چه دوره؟ در دوره که ماشین خود نه تنها بزرگترین خان است و بر مسند خان خانان نشسته، بلکه امنیت و بی‌مرزی و بی‌دیواری را می طلبد و سادگی را و فرمانداری را و اعتماد به دیگری را و اطمینان به فرد را.
یک تضاد دیگر ماشین که آمد و در شهرها و دهات مستقر شد، چی یک آسیابی موتوری، چی یک کارخانه پارچه بافی، کارگری صنایع محلی را بیکار میکند، آسیاب ده را میخواباند، چرخ ریسه ها را به مصرف میکند، قالی بافی و گلیم بافی و نمدمالی را میخواباند. آن وقت ما که به عوض همین صنایع دستی و محلی به جای قالی و گلیم و کاشی و قلم را و گیوه بازارک داشتیم که تا حدود میگشته یعنی میچرخیده است، در میمانیم که چرا بازار فرش خوابید، چرا تجارت خارجیش به خطر افتاد، غافل از این که تازه اول عشق است و پای ماشین به ده که باز شد و حساب هم باز شد، نابسامانی های دیگر در پیش است. من خود همه آسیاب های بادی میان قائم و گناباد را دیدم که خوابیده بودند، همچون دیوانی از اعتبار افتاده افسانه ها یا همچون نگهبانان پیری به خواب رفته دهات و آبادی ها. تنها در دیزفول با همه آجرکاری های زیبایش و شهرسازی نمونهش نزدیک به 100 آسیاب را دیدم که همه خوابیده بودند. ماشین که پا به ده باز کرد تمام بخش های اقتصاد شوبانی و روستایی را باطل خواهد کرد، یعنی هرچی صنعت محلی و دستی است. و چی بهتر تا این همه چشم و دست و سینه جوانان روستا پای دارد، یعنی جان در رمق دارد، خالی خراب نشود که خانه اشرافیت مزین باشد، یعنی زیب و زینت یافته باشد. بزرگترین حسن پا باز کردن ماشین به مزرعه و دهات نه تنها برهم زدن اجباری رسم ارباب و رعیت است و برهم زدن ادب کوچنشینی و خانوادوشی و ایالاتی و خانخانی، بلکه این هم هست که صنایع دستی و محلی را یا از بین میبرد و یا اگر نقش بود و طرح و برنامه حمایت کننده از آنها میتواند برایشان پول بیشتر بدهد و ارزشی بیشتره، چون در صورت وجود برنامه‌های حمایت کننده میتواند مزد را بالا ببرد، زیرا میتواند خریداری تازه برای صنایع دستی پیدا کند، زیرا میتواند بازار گیوه یعنی کفش کتانی را گسترده‌تر بکند و غیره. یک تضاد دیگر، ابزار زندگی بدوی از خیش یعنی گاواهن و کرسی یعنی صندلی و گیوه و چراغ موشه گرفته تا داس و چرخ و قالی و غیره طرز تفکری بدوی هم می آورد و یا برعکس. اعتقاد به خرافات نقاره زدن برای گرفتن آفتاب و ماه، دعا و تلیسم و چشم بندی برای گریز از بیماری و آفت فرمایش کلجمنانه، یعنی روایت و افسانه همه از این دستند و البته ماشین که آمد این طرز تفکرها نیز باید برود، ولی نه گمان کنید که به این زودی ها، چون همین آدم های خرافاتی و کلجمنانه های هستند که فعلا به شهرها هجوم آوردند و بنده ماشین شدند یا در همان دهات راننده بولدوزر یا تراکتورند. آدم از آسمان که نمی آوریم یا با ماشین وارد که نمی کنیم تا این آدم ها تربیت امروزی یعنی تربیت ماشینی ببینند، دستی کم یک دوره مدرسه لازم است. آن وقت خودی من راننده بولدوزر را دیدم که خارگ را یعنی مسافرخانه می رفت با یک نظر قربانی و فرمان ماشین عظیم جثه‌اش آویخته. تاکسی هایمان پر است از این طلسم ها و دکان هایمان پر است از دعاها و نفرین ها و شعرهای این نیز بگذرد و غیره. در چنین محیط است که انسان یک مرتبه کانگوستر از آب در می آید و بانک را می زند. مرد بدوی به شهر آمده و به خدمت ماشین کمر بسته، با همه کندی ذهنش، با همه تنبلی در حرکات و با قضا و به قدری بودنش باید پا به پای ماشین بدود و پا به پای او عکس العمل نشان بدهد. این مردی استخاره کننده تقدیری و آش نزد خور حالا با ماشین سر و کار دارد که نه از تقدیر چیزی میفهمد و نه به خاطر گوسفند قربانی هر ماهای او ترمزش زودتر می جنبد و یا موتورش کمتر می گردد.
این است که وقتی قربانی هر ماهش فایده نبخشد، یک بار طاقتش تمام می شود و می زند زیر همه چیز و جان عذاب در می آید، یا هرهوری است یا نان به نرخ روزخور. یک تضاد دیگر، صحبت از واجبات غرب زدگی یا ملزمات آن از آزادی دادن به زنان است. ظاهراً احساس کرده بودیم که به قدرت کار این 50% نیروی انسانی مملکت نیازمندیم که گفتیم آب و جارب کنند، یعنی تمیزکاری نمایند و راهبندها را بردارند تا قافله بانوان به منزل برسد. اما چطور این کار را کردیم؟ آیا در تمام مسئله ها حق زن و مرد یکسان است؟ ما فقط به این قناعت کردیم که به ضرب کلتک حجاب را از سرشان برداریم و در یک سلسله مکتب ها را برایشان باز کنیم. بعد چی؟ دیگر هیچ. همین بسشان است. قضاوت 3 نقطه نمی تواند بدهد. شهادت هم برای و نمایندگی مجلس هم که مدت هاست ضعیف شده است و حتی مردها را در آن حق نیست و اصلا رأی نیست. طلاق هم که وابسته برای مرد است، یعنی الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان سرپرست و نگهبان زنان هستند. سوره نساء بخش از آیه 34. این را هم که خوب تصویر میکنیم، پس در حقیقت چی کرده ایم؟ به زن تنها اجازه تظاهر یعنی نمایان شدن در اجتماع را داده ایم. آره، فقط تظاهر، یعنی زن را که حافظ سنت خانواده و نسل و خون است به ولنگاری کشیده ایم، به کوچه آورده ایم، به خودنمایی و به بندوباری واداشته ایم که سر و رو را صفا بدهد و هر روز ریخت یک مود تازه را به خود ببندد و بیهوده بگردد. کجاست کار، وظیفه، مسئولیت در اجتماع و شخصیت؟ یعنی هنوز بسیار کمند زنان از این نوع تا ارزش خدمات اجتماعی زن و مرد و ارزش کارشان یعنی مزدشان یکسان نشود و تا زن همدوش مرد مسئولیت اداره گوشه از اجتماع را به عهده نگیرد، تا مساوات برابری به معنی مادی و معنوی میان این دو مستقر نگردد. ما در کار آزادی ظاهری زنان سالهای سال پس از این هیچ هدف و غرض جز افزودن به خیلی مصرف کنندگان پودره و دیگر آرایشات زنانه که آن هم محصول صنایع غرب است نداریم و این هم صورت دیگری از غرب زدگی است. البته این سخن از شهرهاست، سخن از رهبری مملکت است که زن را در آن راه نیست، وگرنه در ایل و در ده زن از راههای عصر است که باری اساسی زندگی را به دوش دارد. یک تضاد دیگر که بسیار پیچیده است و هیچ کس هم متوجه آن نیست این است: 90% اهالی این مملکت هنوز با معیارها و میلاک‌های مذهبی زندگی می‌کنند. عرض من آن 90% همه دهاتی ها است که به اضافه طبقات کاسبکاری شهری و بازاری و مستخدمان جز و مجموعه آنچه طبقه سوم و چهارم مملکت را می سازد. این طبقات به نسبت فقری که دارند فقط با تکیه به معتقدات مذهبی قادر به تحمل زندگانی خویشند و ناچار آنچه را که امروز نیافتند در آسمان می جویند و در دین و در آخرت. آره، خوشا به حالشان. گاه عرق هم می خورند اما دهانشان را آب می کشند و به نماز می ایستند و ماه رمضان توبه می کنند و حتی برای امامزاده داوود قربانی می کنند و فلان دهاتی به محض اینکه 7 تخمی هر سالش 10 تخم شد دست اهل و عیالش را می گیرد و به زیارت مشهد می رود یا لااقل به قم، و اگر روابط حسنه با همسایگان وجود داشت به کربلا می رود و توانمند و دارا که شد به مکه و همه هم منتظر امام زمانند، یعنی همه منتظریم و حق هم داریم. منتها هر کدام به هر نوع، چون هیچ دولت مستعجل بر وفای کوچکترین قول و عهد خود برنخواسته است و چون همه جا ظلم است و حق کشی و خفقان یعنی فشار و تبعیض یعنی تفرقه اندازی.
به همین علت است که در 15 ماه شعبان چنان جشن میگیریم که نوروز از حسد دیق کند. با همین اعتقاد است که تمام آن 90% اهالی غیور مملکت دولت را عمله ظلم یعنی ظلم کننده می دانند و غاصب حق امام زمان اعلیحضرت ولی عصر. پس مردم حق دارند که مالیات نمی دهند و کلاه سر مأمور دولت می گذارند، یعنی فریبش می دهند و از سربازگیری به هزار بهانه می گریزند و جواب درست به هیچ آمارگیری نمی دهند. اگرچه روزنامه ها پر است از تبریکات اهالی غیور 3 نقطه، اما هیچ کدام از اهالی غیور همان آبادی هرگز سازمان به نام دولت را نمی شناسند جز ژاندارم را و جز ترانزیستور را و هنوز در بوشهر و بندر عباس مسئله است که می گویند زیر دیوار عجم نباید خوابید و این عجم دولت است، مأموری است که از تهران می آید، یعنی نوکر دولت نباید شد و به مأمورش و به مؤسساتش اعتماد نباید کرد. به همین علت هاست که تمام سازمان های مذهبی از سقاخانه زیر گذر و مسجد سر کوچه بگیریم تا زیارتگاه های بیرون همه پوشیده است از تظاهرات گوناگون و عدم اعتقاد به دولت و به کارش و پر است از علامت های انتظار فرج مهدی موعود یعنی ظهور امام مهدی. همه جا در زبان مردم، در کتیبه های بالای دیوار، در سر زبان واعظ، در نماز، در اذان و مناجات، در قصیده شعرا، در تظاهرات مفصل جشن 15 شعبان بالای کارت دعوت عروسی ها، همه جا در زل توجهات ولی عصر در ناخنک به سر میبریم. اینها درست. آن وقت برای این مردم است که دولت با سازمان ها و مدارس خود، با سربازخانه ها و اداراتش، با زندان ها و با صدای کرنای و رادیویش مبلغ حکومت ملی در ناخنک است و برای خود ساز دیگر دارد. از همین مردم به تو بمیری من بمیرم مالیات می طلبد، به زور از آنها سرباز می گیرد، همه جا رشوه خور می پرورد. سفارتخانه هایش قرتی ترین سفارتخانه ها است، مبلغ اعلیحضرت دیگری است و گوشی فلک را از افتخار هزاره افزایش یابنده‌اش کر کرده است و توپ و تفنگش را دائم بر رخ مردم می کشد. آن وقت به علت همین تضاد هر کودک دبستانی به محض اینکه سرود شاهنشاهی را به عنوان سرود ملی از بر کرد نماز از یادش می رود و به محض اینکه پایش به کلاس صنف ششم ابتدایی رسید از مسجد جدا می شود و به محض اینکه سینما رفت مذهب را به طاق فراموشی می گذارد و به همین علت است که 90% مکتب دیده های ما به مذهبند. به مذهب کو نه هوری مذهبند. در تاجیکی می گویند اطال مذهب. آنان در فضا معلقند و پایشان بر سر هیچ استقرار نیست، هیچ یقین، هیچ ایمان نمی بینی. زیرا دولت با این همه کر و فر و سازمان و بودجه و کمک های خارجی و توپ و تانکش قادر به حل کوچکترین مشکل اجتماعی که بیکاری دیپلمه ها باشد نیست و در عین حال می بینند که یک اعتقاد کهنه مذهبی چی ملجا یعنی جایگاهی پناهدهنده است برای حل درماندگان و بیچارگان و فقرا و در 15 شعبان چی شادی ها می کنند و چی خوشی می گذارند. این است که آنها در می مانند. رادیو بخی گوشش مدام افسون می خواند و سینما به چشمش می کشد عوالمی از ما بهتر را، اما آن واقعیت دیگر هم هست، واقعیت محتوای ایمان مذهبی و مگر چقدر می شود فکر کرد و چقدر می شود خودخور بود و یا در صدد کشف حقیقت بود و چرا او هم رها نکند و مثل دیگران نشود و برنگ جماعت در نهایت. پس برویم و همه هورهوری باشیم، یعنی سست و فلوس باشیم. نه مذهبی بودنمان پیداست، نه به مذهبی امان و نه زندگی امان و نه آینده امان، یعنی دم غنیمت است.
در قلمرو فرهنگ یعنی وزارت معارف مشهور است و همه می‌دانند که مدرسه های ما کارمند می‌سازند یا دیپلم بیکاره تحویل می‌دهند. در این حرف نیست، اما آنچه اساس‌تر است و ناگفته مانده است این است که مدرسه های ما غرب زده می‌سازند. آدم های همچون نقش بر آب می‌سازند و زمینه های آماده برای قبول غرب زدگی تحویل می‌دهند. این است بزرگترین خطر مدرسه های ما و وزارت معارف ما. طرح کلی این آدمی را که از کارخانه های غرب زده سازی ما در می آید در فصل جداگانه خواهیم دید. آنچه فعلا تذکر باید بدهم این است که بخلاف اندیشه مورخان ریش و فشدار ما، نهضت‌های شعوبی سیاسی و مذهبی ما را هیچ وقت به جای نرسانیده است. غرضم نهضت‌های مبالغه کننده در ملیت یا مذهب است و اگر هم رسانند سنگ عمل بینایی را گذاشتند که در دوره صفوی کنگوره‌اش ساخته شد. یعنی در آن زمان بود که حکومت ملی و مذهبی یعنی سلطنت و روحانیت در یک خرقه رفتند و هر کدام از یک آستین دست درآوردند. در اوایل دفتر اشاره کردم که نتیجه های تاریخی و کل این همپیالگی چی ها بود و سربسته یادتان باشد که ما در دوره ساسانی نیز چنین وضع را داشتیم که به قیام مانی و مزدک و عاقبت به ظهور اسلام انجامید. اما امروز که آن خرقه واحد دریده است و آن دو رفیق هر کدام سلام و سنن و مقررات جداگانه دارند، کارمان از آن دو دوره نیز خرابتر شده است. به این صورت که امروز کار تفرقه میان مذهب و رقیب اصلیش به آنجا کشیده که حکومت‌هایمان یا تکیه به غرب زدگی و اصرار در تشبه و بیگانگان روز به روز بیشتر از پیش در راه گام میزنند که پایانش جز فقر و بیچارگی و افلاس یعنی چرکنی نیست. و از طرف دیگر مذهب با تمام تأسیسات و آدابش تا می تواند به خرافات تکیه می کند و به عدل و پیمانهای گذشته و رسوم پوسیده کهن پناه می برد و به دربانی گورستانها قناعت می کند. در قرن بیستم در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ملاک‌های عصر میانگی می اندیشیم. این روزها به همان اندازه که حکومت ملی در کار تثبیت خود دست به دامان غرب و فرنگی می شود، حکومت داخلی مذهبی که در صف مقابل ایستاده در کار خود هرچی بیشتر به عقب می نگرد و می گراید و اصلا وقت حکومت و دولت می بیند که آن 90% اهالی گوش به افسون او ندارند و به شادی تولد اعلیحضرت ولی عصر را به هم تبریک می گویند. یعنی وقتی می بینند که عناوین رسمی او را مذهب غصب کرده است و او را نمیپذیرد و به این مناسبت وقت زیر پای خود را سست می بیند، چاره ندارد جز این که هرچی بیشتر خود را به دامن غرب بیاندازد و تکیه کند به کمک های نظامی آنان، به توپ و تانک اهدایی امریکا، به مطبوعات فرنگی، به روزنامه ها و مخبرهایشان و به مردان سیاسیشان تا شاید 2 روز بیشتر دوام کند. دولت های ما چنین است که حکومت ملی را تبلیغ می کنند و حکومت مخفی مذهبی را در خفا می کوبند و برای اغفال مردم یعنی در غفلت نگاه داشتن مردم دعوای برگرداندن بحرین دارد، در حالی که دعوای هیرمند یعنی اروندرود و شتولرب 200 سال است که لاینحل مانده و تازه این همه در چه دوره؟ در دوره که گفتم ماشین خواستاری بیمرزی است، خواستاری شکستن همه در و دربندها است، خواستاری بین المللی شدن همه چیزها و همه جا است، خواستاری بازارهای مشترک و مرزهای باز و گمرکهای بسته است و پرچم سازمان ملل را در دست دارد و تا هر جا که بنزین کمپانی ها مدد بدهد میراند. ما باز در دوران در سر گریبان حکومت ملی فرو کرده ایم و مرزهای مشترکمان با همسایه‌های دیوار به دیوارمان از دیوار چین هم درازتر و غوض‌تر است و مدام با عراقی و افغانی و پاکستانی و روس بریده ایم و به خبر از حال همدیگریم که ماشین عظیم کمپانی های استخراج کننده الماس و میس در قلب
کاتانگا نام شرکت در کانگو هامرشولد را روی آسمان به تیر میزنند. هامرشولد نام دوم دبیر سازمان ملل که زمان محبوبیت بسیار داشت و در اثر حادثه هوایی به هنگام مأموریت به کانگو جان خود را از دست داد. در چنین دوره ما می خواهیم با این مدارس و این سرود ملی و این سازمان امنیت و این کمک های نظامی و این جشن 2500 ساله و این آدم های مقاوی یعنی آدم های کمارزش حکومت ملی را تبلیغ کنیم. در چنین روزگاری که سرحدات در تمام دنیا فقط و فقط حدود قلمروی کمپانی های مختلفش را مشخص میکنند که تا اینجا مال جنرال موتورز و تا اینجا مال سگونی واگویم و تا آن جای دیگر مال شرکت های شول و بریتیش پترولیوم و از اینجا تا آنجا هم مال پان امریکین و غیره. این روزها دیگر ملت‌ها و زبان‌ها و نژادها و مذهب‌ها اگر نه تنها بازیچه در دست شرق شناسان باشند که به خدمتشان خواهم رسید، یعنی به این موضوع برخواهم گشت، دستی کم مسائل آزمایشگاه‌هایی اند برای علما و دانشمندان و محققان. به خاطر این مسائل هیچ کس در قرن 20 شاخ و شانه نمی شکند، یعنی پرخاش نمی کند. اما اگر من از افغانی همدین و همزبان و هم نژاد از حال هم بخبریم، یا اگر رفت و آمد با هند و عراق دشوارتر از نفوذ به پشت دیوار آهنین است، به این علت است که ما قلمرو نفوذ این کمپانی هستیم و افغانی منطقه حیاتی آن دیگری است. در چنین روزگاری که ما هستیم، سرحدات ملی هرچی بسته تر باشد و سنت‌های نژادی هرچی بیشتر و غرغرهای خامشاه هرچی جدی‌تر و حلال و حرام مذهبی هرچی نافذتر، سیاهچال زندان ملت‌ها و مردمان بیشتر عمیق‌تر می‌گردند، وگرنه کدام مرز و سامانی را می‌شناسید که در مقابل پپسی کالا نفوذناپذیر باشد، یا در مقابل رفت و آمد دلالان نفت، یا در برابر فیلم بریژیت باردا نام خانم فیلمساز، یا در مقابل قاچاقچینی های هیروئین، یا در مقابل شرقشناسان مشکوک که دلال های رسمی استعمارند. بهترین نوع این مرز و سامان ها را، یعنی اوریانترین و ظاهر و باطنی کینترین آنها را امروز در افریقا باید جست. روزگاری بوده است که فرانسه کامرون را و چاد را و صحرای مرکزی را در اختیار داشته و آن هم در 3 نقطه مختلف افریقا، و انگلیس پهلوی هر کدام از این ولایت ها و ولایت های دیگری را. امروز که فرانسه و انگلیس رفتند و دولت های مستقل افریقایی براه افتادند، هر یک مرز مملکت های خود را درست در همان تقاضای گذاشتند که حدود مستعمرات فلان دولت خارجی بوده و چه بسیار اقوام و نژادها و مذهب های افریقایی که به این طریق لط و پاره شدند و آن هم میان دولت های مستقل خودمختار فعلی افریقا. خوب بگذریم از این. شاید به خاطر همان باشد که در مبارزه ملی شدن صنعت نفت پیشوایان قوم از آن جناح مذهبی، یعنی از حکومت مخفی مذهب، چه استفاده به سود هدفهای مبارزه کردند. سربسته بگویم رهبران در آن دوره این شعور را داشتند که ترتیب کار مبارزه را طور بدهند که با کمک پیشوایان مذهبی هر عامی مدرسه نرفته بتواند عمله ظلم را در تن هیئت حاکمه ببیند که نفت را به کمپانی میداد و برای مردم ششکه یعنی خنجر میکشید. این بزرگترین درسی است که روشنفکران و رهبران باید از آن واقعه گرفته باشند. به عنوان آخرین تضاد ناشی از غرب زدگی و خطرناکترین آنها باز هم بسیار سربسته بگویم که ما در نقطه از عالم قرار گرفتیم که بیخ شمالی گوشمان اتفاقاتی عظیم رخ می‌دهد که ما اجباراً از آنها بخبر میمانیم و اجباراً نیز باید هیچ تأثیر از آنها نپذیریم و اگر هم بپذیریم فقط برای عقب انداختن واقعه، در حالی که گویا در حدود 3 کیلومتری حدود امریکا از این اتفاقات
تأثیر می‌پذیرد و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. شاید هم به آن علت است که حصار مرزهای ما اینقدر زحیم یعنی غوث است و دولت‌های ما به توجه به حکومت باطنی مذهبی که خود حصار است در داخل آن حصار و حکومت هست در داخل حکومت. روز به روز قطر این حصار را با تکیه به غرب زدگی و اسرار در بندگی و غرب بیشتر می‌کند و شاید گمان می‌کنند در قبال چنین خطر همجواری تنها راه چاره ما پناه بردن در پیله تعصب‌ها و جمودها یعنی خشک مغزی و بیخبری‌ها و کینه‌های عصر میانگی است، در حالی که اکنون سرنوشت حکومت‌ها و پرچم‌ها و مرزهای جهان بر سر میز مذاکرات دولت‌های بزرگ تعیین می‌شود. دولت‌های ما اینجا قناعت کردند به اینکه فقط پاسبان مرز کمپانی‌ها باشند و نیز به همین علت است که دولت‌های ما در عین کوبیدن مذهب و پناه بردن به لامذهبی و فرهنگ معابی چون محتاج عوام فریبی‌اند، اغلب با مذهب‌ها و روحانیت کجدار و مریض هم می‌کنند و با محفل‌های مذهبی و شخصیت‌هایش لاس خشک هم می‌زنند، یعنی گفتگوی هم دارند. به هر حال اینها همه حرکات مذبوح است و ما در جوار چنین اتفاقات عظیم اگر در داخل تکان به خودمان ندهیم و پیش راه این اختلاف کیفی را از یک جای نگیریم، هزار هم که حدود و ثغور میلیونمان مستحکم باشد و هزار هم که با فریفتن محفل‌های روحانی عالم مذهب را باز داریم از اینکه از درون شالوده یعنی اساس آن حصار را بیپوساند، عاقبت روز به علت قانون بسیار کودکانه ظروف مرتبطی یعنی رطوبت زده سطح آب این مرداب حال خواهد آمد و همه کاخهای پوشالیمان یعنی خسکیمان را سیل خواهد برد. سخن از ترس و تهدید نیست که در آغاز دفتر آوردم که مرکز این ترس و تهدید به کجا منتقل شده است. سخن از هماهنگی با جامعه مترقی بشری است. می بخشید که سربسته می گویم. ادامه دارد.